دارم. من قربونتون برم. بفرمایید. چه خبر؟ چیکار کنی؟ میتونم باعث کوچیک صداش رو جواد چه خبر؟ کجا بودی؟ اون بالا چرا اینقدر جدی بودی؟ تو که اینقدر مهربونی، خوش‌بیانی، خوش‌زبونی، گویم سخن فراوان بانگی. استحکام خانم محترم. قربونشون. آقا ولی اسم خانمو یادتون رفته درسته؟ خانم نظامدوست دیگه. آها. یه جوری ولی اولش. نه یه ذره می‌خواست بگه نعیمه جون یادش رفت. آقای خیابانی پخته تر از این حرفاست. مرسی تا حالا ما آقا جواد شما هم بهش بگی نعیمه راحت چی میگه؟ آره بابا تمامش من همیشه خانم نظامدوست من خواهش میکنم. الان من به شما میگم جواد بی احترامی کردم. اسم کوچیکتون رو بگم به احترام. او چقدر محترمه. بود یه جا شد صحبت از مثلث و مربع و اینا شد. مثلث عشقیه. بالا گفتم اتفاقا خانم نظامدوست بیشتر شبیه توپ دایره. چقدر جالب، منو شبیه چیزی که مورد علاقه‌اش میبینه توپ. دیگه کاشین توپو میگم نمیدونم چرا احساس کنم امشب جواد خیلی عصبیه. این خط این نشون تونستی من عصبانی کنی میگم احسان بگیرم. بچه‌ها بذارین من عصبیش کنم. بذارین من عصبیش